من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات سابقه مثالهایی بود برای انفاق، برای خرج کردن در راه خدا. این مثال هم مال انفاقی بود که با اخلاص باشد و هم مثال انفاقی بود که از روی ریا باشد و انفاقی که با منت و ایذا باشد و یا بدون منت و ایذا. الله تعالی با تمثیل این انفاق ها را تفهیم فرمود که این انفاق چه اندازه برای انسان میتواند ذخیره‌ای باشد، ذخیره آخرت انسان قرار بگیرد. اما اکنون در این آیات الله تعالی ترغیب میده به انفاق، اما ضمن این که برای انفاق لازم هست که اخلاص باشد، بازم مال چه مالی باشد؟ مال پاکیزه‌ای باشد، مال حلال باشد، مال خود انسان باشد، نه اینکه مال حرام باشد، مال ناپاکی باشد.
که الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای مؤمنان انفاق کنید از مال پاکیزه‌ای که کسب می کنید، و مما اخرجنا لكم من الارض، و از آنچه که ما برای شما از زمین بیرون کردیم از اون مال خرج کنید، نه مال ناپاک. ببینید مال پاک را خدا فرموده خرج کنید، مال ناپاک را خرج نکنید. کسی بود از حضرت شیخ الاسلام پرسید، بنده همونجا حضور داشتم، گفت من سرمایه زیاد دارم، من سرمایه‌ام را تو بانک میگذارم که سالانه 200-300 میلیون فقط سود سرمایه من میشه که بانک به من میده. آیا درست هست که من اینها را میگذارم تا سودش بیاد، سودش را 1 ریالش را مصرف نمی کنم، به فقرا میدم؟ هدفم همینه. تو شهرم تو روستام فقیر زیاد است، اینا را تو بانک میگذارم، هر چی که سودشه من میدهم به فقرا، به مستمندان. مولانا اشاره فرمود که شما جواب بده به بنده. فرمود گفتم که نخیر درست نیست این کار. ناراحت شد، استدلال عقلی آورد که ببینید من هیچ مصرف نمی کنم، مال گذاشته 1 ریال را برای خودم مصرف نمی کنم، اون را به فقرا میدم. خب این کار خیری هست، سال 300 میلیون همه فقرا آباد میشند. بعدن یک مثال به ذهن من آمد، یک زمانی رفته بودم پاکستان، یک نفری را میگفتند که از یک طایفه بود، این نفر کشته شده. تحقیق کردیم دیدیم که بعضی ها اون را شهید میگویند، بعضی ها اون را دزد میگویند. بعد تحقیق کردیم گفتند که این فرد خب از یک قومی بوده، از یک قومیتی بوده و همیشه میگفت که این قوم من، قومیت من، اینها مظلوم هستند، فلان قوم حق ما را خورده، حکومت به دست اونها است. لذا کارش این بوده، با یک باند بسیار بزرگی داشته که میرفته اونجا دزدی میکرده، میآورده به فقرا میداده، خودش نمیخورده. باند گفته اینا مظلوم واقع شدن، میرفته که مال مردم را چپاول میکرده، دزدی میکرده و میگفته که این قوم من مظلوم، اینها باید به حقشون برسه. من گفتم که مثال شما مثل همینه، انسان بره دزدی بکنه بگه که من برای خودم نمیارم، برای مظلومی میارم. خب از مال پاک بده انسان. خیلی از مردم هستند که میگویند که سود آمده در بانک، این سود را ما میتونیم به مسجد بدیم، میتونیم به فقیر بدیم. گرچه علما میفرمایند که این سودی که خود به خود گاهی از پول شما میآید، شما برای حج یا برای عمره پول واریز کردید، خود به خود یک سودی میآید به صورت خودکار، شما که نگفتید، میگه همون پول را بگیر بده، چون مال نجسی هست، سود ربا هست، بده به فقرایی، ولی نیت ثواب هم نکن. انتظار داشته نباش که از این مال حرام خدا بهت چی بده؟ ثواب بده. الله اگر با نیت انسان ها فیصله بکند و همین را ثوابی بگردن قادر است، ولی مال نجسی است، این را در واقع به نیت صدقه نده، نیت تصدق نباشد، بیاندازش. یک چیز ناپاکی تو خونه شما باشه میاندازید، این را به نوعی بیانداز، بذار الان کسی که محتاج نیازمند مصرف میکند. پس مالی که انسان وقتی که خرج میکند باید مال چی باشد؟ حلال باشد، مال پاکی باشه، نه اینکه بلا تشبیه بگه من دزدی میکنم، مال ناپاکی به دست میاره، بعدا انفاق میکنه در راه خدا خرج میکنه. الله میفرماید انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرج کنید
از پاکیزه، مال پاکیزه ای که شما کسب میکنید و همچنین خرج کنید در راه الله. مما اخرجنا لكم من الارض، از هر آنچه که ما برای شما از زمین رویاندیم، بیرون کردیم، محصولات زمین. هر دو علما میفرمایند که این آیه در رابطه با زکات است. صدقات گذشته درباره زکات نبود، مطلق صدقه بود. این درباره زکات است. عن عبیدة السلمانی قال سألت علی رضی الله عنه. عبیده سلمانی میگه سألت علی رضی الله عنه، حضرت علی را پرسیدم عن هذه الآیه فقال نزلت في الزکات المفروضه. فرمود که این آیه نازل شده در زکات مفروضه. پس هر چی که شما از زمین محصولتان هست، محصولات زمین هم یا عشر دارد یا نصف عشر دارد، بستگی دارد که آب زمین چه آبی هست. اگر آب آسمان هست، آب رودخانه های بزرگ که خدایی هستند، مال اونها هست، خب عشر 1/10 را انسان باید بده. اگر آبی هست که خودش زحمت میکشه، مخارج دارد، مثل آب چاه، آب موتور و آب قنات، اینها نصف عشر دارند، یعنی 1/20 را انسان باید بده. خب الله میفرماید مال پاکیزه بده. ببین دو چیز برای پاکیزگی لازم است. یکی مال پاکی باشد، حلال باشد، حرام نباشد، و دوم مال خوبی باشد، ارزشی باشد. قبلا خدمت شما هم عرض کردم که الا بحبه فرمود آیه که مال را بحبه بده، مال بده که خودتون اون را چی دارید؟ دوست دارید، برای شما مرغوبه، ارزشمنده، نه مال بنجل، نه مالی که ارزشی برای شما نداره، این چینی مال ندهید. چنانچه الله می فرماید ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه. شما قصد نکنید مال خبیث را، خبیث یعنی ردی، بی ارزش، مال بی ارزش را از آن در حالی که تنفقون شما خرج میکنید، ولستم بآخذیه نیست شما خودتون اون را بگیرید. اگه کسی اون مال را به شما میده نمیگیری، وقتی خیلی مجبور بشی چشمات را میبندی و میگیری، یعنی با دل ناخواسته. ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، شما خود نمیگیرید مگر چشما را میبندید در آن، یعنی با دل ناخواسته میگیری. الان که میخواهی در راه خدا بدی چیکار کن؟ اون مال را نده، اون ردی را، اون بی ارزش را نده. چرا مال خوب بده؟ گوسفند میدی بهترین گوسفندت، شتر میدی بهترین شترت، گرچه اون چی که لازم هست انسان متوسطش را بده، ولی خب انسان اگه بهترینش را بده ارزشش بالاتره، چون که الله که نیازمند مالتون نیست، الله بی نیازه، محتاج نیست. اما شما اگر مال خوب میدهید در واقع اهمیت و بها میدید به این فریضه الهی، یعنی زکات. واعلموا ان الله غنی حمید، یقین بدانید که درستی خداوند غنی هست، بی نیاز هست، حمید ستوده شده هست. خداوند بی نیاز و ستوده شده، معنیش چیه؟ ای لا یحتاج الى طیبات ما کسبتم، خداوند نیازی ندارد به مال پاکیزه شما، فضلا عن الخبیث، چه برسد به مال ردی. لا یحتاج الى طیبات ما کسبتم فضلا عن الخبیث، به مال پاکیزه نیاز ندارد، چه برسد به مال ردی و بی ارزش. لذا وقتی در راه خدا و برای رضای خدا میدی بهترش را بده، ارزشمندترش را بده. صحابی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا نازل شد،
میگه یا رسول الله من 2 باغ دارم، هر 2 باغ را در راه خدا میدم، چون تشویق میشه با آیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که 2 تا را نده، یکی برای بچه ها اهل و عیالت نگه داری، یکی را بده. میگه پس یا رسول الله همونیش که بهتره، باغ بالایی 600 تا نخل داره، اونی که بهتره اون را میدم. انسان وقتی که در راه خدا میده بهترش را بده، ارزشمندترش را بده، الله بهش بهتر میده. الله میفرماید واعلموا ان الله غنی حمید، یقینا بدان که خداوند بی‌نیاز هست، ستوده شده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. خداوند تعالی اینجا مانع را بیان می‌فرماید. چه چیزی مانع صدقه هست؟ چه چیزی نمیگذاره شما در راه خدا چی کنید؟ انفاق کنید. اصل شیطان هست که انسان را همیشه به بخل، از بخل وادار میکند و از فقر میترساند. انسان را به بخل وادار میکنه شیطان میگه که تو دادی خودت چیکار میکنی؟ فردا چی میخوری؟ فردا چی میپوشی؟ به فکر خودت باش، به فکر زن و بچه‌ت باش. لذا الله اون مانع را اینجا معرفی میکند. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را میترساند از فقر. وعد هم به معنی وعده میاد، هم به معنی وعید میاد استعمال میشه. شما را میترساند از فقر. و یأمرکم بالفحشاء، و شما را امر میکند به فحشا. فحشا در تمام قرآن مجید به معنی بی عفتی میاد مگر همین یک مورد. اینجا به معنی بخل است. اینجا فحشا به معنی چی هست؟ بخل است. چنانچه آلوسی هم میفرماید الفحشا ای الخصلة الفحشا و هی البخل و ترک الصدقات. فحشا یعنی چه؟ الخصلة الفحشا و هی البخل و ترک الصدقات، روح المانی. لذا الله میفرماید و یأمرکم بالفحشاء، شما را وادار میکند، شما را امر به بخل میکند. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، الله شما را وعده میکند به مغفرتی از جانب خودش و فضلا به فضل خودش. الله وعده به مغفرت میکنند، مغفرت ذنوبکم علی انفاق الطیبات، مغفرت ذنوبکم علی انفاق الطیبات. وقتی که شما طیبات را، مالهای پاکیزه خودتون را خرج کنید. و همچنین و فضلا عطاء للرزق. فضل یعنی چه؟ یعنی رزق شما را میده خداوند بالبسط، با فراخی، با فراوانی. این نیست که خرج کنی بعد از اون کم میشه، نه، خرج کنی الله عزوجل یک سفره بسیار وسیع برای شما پهن میکند. عطاء للرزق بالبسط على انفاق الطیبات، با فراخی کسی که بخواد طیبات خرج کند. لذا الله می فرماید والله واسع علیم، خداوند واسع هست، یعنی با وسعت در دربار الله هر چیز هست. علیم هم میداند از شما، از احوال شما خبر دارد، خصوصیات و نیات و اخلاص شما را الله میداند. بر اساس صفات شما، بر اساس اعمال شما خداوند به شما عنایت میفرماید. بل یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند به کسی که بخواهد حکمت میده. یؤتی الحکمة، حکمت را چند معنا کردند.
ما ابتداء قرآن مجید وقتی که در فضائل تفسیر را داشتیم عرض می کردیم، این آیه را آوردیم که ابن عباس گفته حکمت به معنی فهم قرآن. حکمت به معنی چی هست؟ فهم قرآن، یعنی اینکه انسان قرآن را بفهمد، درک بکند. بعضی گفتن از مجاهد رحمه الله منقول است الحکمه الاصابه فی القول والعمل. انسان هم در قول هم در عمل همیشه مصیب باشد، خاطی نباشد، خطا نکند، اشتباه نکند. حکمت کسی حکمت دارد که همیشه عملش هم خوبه، سخنش هم خوبه، یعنی هیچ وقت دچار اشتباه نمیشه. الاصابه فی القول والعمل، هم در قول در گفتار، هم در عمل و رفتار کردار. در گفتار و کردار انسان چی هست؟ مصیب هست، یعنی مخطئ نیست، خاطئ نیست. همیشه چیزی که میگه درستش میگی، کاری که میکنی بهترینش را میکنی. پس این توفیق را خدا هست به کسی میدهد. کسی این را داشت اون حکمت دارد. بله. و بعضی گفتن حکمت فهم صحیح دین، همین ها یکی هستند. فهم قرآن و فهم دین هست. فهم دین الاصابه فی القول والعمل است. کسی که فهم دین داشته باشد هم همیشه درستش را میگه، هم درستش را عمل میکند. پس الله عزوجل میفرماید که خداوند به هر کسی که بخواهد حکمت میده. یعنی چه؟ یعنی هر کسی را که الله بخواهد فهم بهش نصیب میکند اون خوب عمل میکند. کسی که فهم دین ندارد اون بد عمل میکند. همون مالی را در راه خدا میده که خودش نمیگیرد از کسی، ولی خودش به خدا و به در راه خدا میده. الله میفرماید یؤتی الحکمت من یشاء، میداد حکمت را، فهم دین را به کسی که بخواهد. و من یؤت الحکمت، هر کسی که حکمت داده شد، فقد اوتی خیرا کثیرا، این انسان خیر کثیر داده شد. هر کسی که الله بهش فهم دین داد، درک مسائل دینی داد، این انسان خیر کثیر دارد. خیر کثیر دارد. خیر کثیر یعنی چه؟ اصلاح عقاید و توفیق اعمال صالحه. یعنی عقیده کسی درست باشد و توفیق عمل صالح داشته باشد. عقیدش درست باشد، توحیدی باشد، اهل توحید باشد، اهل خرافه نباشد، و همچنین توفیق اعمال صالح داشته باشد، این انسان خیر کثیر دارد. خیر کثیر این نیست که انسان در دنیا پست و جاه داشته باشد، مقام و ریاست داشته باشد، یا مال زیاد اندوخته داشته باشد، بلکه خیر کثیر اینه که الله عزوجل به انسانی هم عقیده صحیح داده، خدایش را خوب میشناسد، و دیگه اینکه توفیق عمل صالح دارد. این انسان خیر کثیر دارد. الله می فرماید و من یؤت الحکمت، کسی که حکمت داده شد، فقد اوتی خیرا کثیرا، این انسان خیر کثیر داده شد. و ما یذکر الا اولو الالباب، از این مواعظ پند نمیگیرد، درک نمی کند حقائق را، الا اولو الالباب، مگر عقل مندان، مگر کسانی که ذوی العقول باشند، اونها متوجه می شوند، اونها هم اسراری که خداوند در قرآن داره خوب متوجه میشن. و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه. الله تعالی اینجا بازم تأکید میکند که شما وقتی که چه نفقه میدید، چه نذر میکنید، شما اون را چی بکنید؟ بدانید که خدا میداند. خدا که میداند یعنی اخلاص داشته باشید. اول اخلاص داشته باشید، دوم بهترینش را بدید. هر چیز خرج میکنی شما، یکی خرج میکنه در راه الله، یکی خرج میکنه در راه شیطان.
در راه معصیت خرج میکند، جایی که اونجا مبتذل هست و مبتذل را پخش میکند، منکر را شایع میکند، گناه را عام میکند. خب هستن خیلی انسان ها که پولشون را میدهند، میلیون ها پول میدند و بساطی تشکیل میدند، برنامه ای را تشکیل میدند که انسان ها میاند اونجا گناه میکنند. تماشای گناه هست، فعل گناه هست، جلسه معصیت هست، نافرمانی خداست. این را الله میفرماید هم من میدونم و ما انفقتم، عموم هست، هر چی که شما خرج کنید این را هم الله میداند و آنچه که در راه خدا خرج میکنید جمعی را از بندگان خدا به نوایی میرسانید، به خیر میرسانید، شکمها را سیر میکنید، اینها را هم الله میداند. ببینید و ما انفقتم من نفقه فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان، تفسیر مدارک نوشته و ما انفقتم من نفقه فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان، چه در راه خدا چه در راه شیطان. او نذرتم من نذر فی طاعت الله، یا نذر میکنید در طاعت خدا. نذر میکنم که به حج بیت الله برم، نذر میکنم که شتر را برای خدا بکشم. نذرتم من نذر فی طاعت الله او فی معصیته، یا نذر در معصیت، نذری که شرک باشد، خرافه باشد. فإن الله یعلمه لا یخفى علیه، خداوند میداند، بر خداوند مخفی نیست. و هو مجازیکم علیه، و او شما را پاداش میدهد بر این. اگر خوبش باشد پاداش خوب، اگر بدش باشد پاداش بد. لذا گوشهایتون را باز کنید. الله میگه هر چی که میکنید، چه در راه ما چه در راه شیطان، الله میداند، بر اساس علمش به شما پاداش میده. اما نذر اینجا به معنای چی هست؟ ببینید یک نذری هست که انسان برای کاری نذر میکند، نذر مالی جانی، مثلا نذر میکند فلان کار انجام بگیرد 100 رکعت نفل میخوانم، خب این نذر جانی هست. یا اینکه شتری میکشم، این نذر مالی هست. یا اینکه به حج میرم، این مالی جانی هست، چون هم حج انسان باید پول خرج کنه و هم خودش بره زحمت بکشد. پس یک معنای نذر این هست. اما معنای دیگر نذر به معنای عهد و پیمان می آید. نذر به معنای چی می آید؟ عهد و پیمان. اگر صله نذر، این قاعده عربی هست، نظر با علا باشد، به معنی همون نذر معروفه که شما هم در زبان خودتون میگه نذر، نیاز. اما اگر صلهش الا باشد، اون وقت به معنی عهد و پیمان هست، عهد و میثاق هست. خب بعضی از علما گفتن که اینجا معنی دومش هست. و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، یعنی هر پیمانی ببندید، هر میثاقی ببندید، چه این پیمان و میثاق در طاعت الله باشد، بر صلح باشد، بر آشتی باشد، یا این پیمان و میثاق به چی باشد؟ در راه شر باشد. پیمان و میثاق برای کشتن انسان ها باشد، برای خونریزی باشد، برای شرک باشد، برای خرافه باشد، هر چی باشد الله میفرماید فإن الله یعلمه، خدا میداند. لذا الله میفرماید و ما انفقتم من نفقه، آنچه که شما خرج میکنید از نفقه،
او نذرتم یا شما نذر میکنید من نذر هر چیزی هر نذری فی طاعت الله او معصیته فإن الله يعلمه بدون شک الله عز وجل میداند آن را وما للظالمین من انصار فإن الله يعلمه معنیش چیه فیجازیکم علیه ان خیرا فخیر و ان شرا فشر خدا میداند یعنی جزا میده فیجازیکم علیه ان خیرا اگر نظر خیری باشد پس جزای خیر اگر شری باشد پس جزای شر و ما للظالمین من انصار و نیست برای ظالمان هیچ یاوری هیچ ناصری نیست ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی صدقات را که میدهیم کیفیتش چی باشد صدقه در راه الله صدقه را بدهم که همه شما ببینید یا صدقه را بدهم که کسی نبیند اصل قبولیت صدقه با نیت انسانه الان کسی ببیند یا نبیند فرق نمی کند این تأثیر آنچنانی نداره یکی خوب هست یکی خوبترش هست اما اصل با نیت انسان قلب انسان بستگی دارد انسان میدهد یک کسی هست که صدقه میدهد یعنی به فقرا میدهد که به نوایی برسند این انسان مصاب هست در این صدقه ثواب بهش میرسد و علنی میدهد تا 4 تا حاجی آقای دیگه هم ببینند اونا هم تشویق بشند به هر حال این باز یک نیت دیگر یه نوع تبلیغی شد یه نوع امر به معروفی هست یه نوع تشویقی هست و بعضی ها میدن مخفیانه همونطور که در حدیث هم فضیلت آمده که یکی از اون انسانهایی که زیر عرش رحمان جای دارن کسی است که با دست راست صدقه میدهد که دست چپ هم مطلع نمیشه معنیش اینه که هیچ کسی اهل و عیالش حتی متوجه نمیشه که چی کار کرد این هم به هر حال نیکی هست پاداش دارد هر چی که باشد بهتره اما در صدقات نفلی انسان بهتره که صدقه را به صورت مخفیانه بده کسی متوجه نشه مطلع نشه فقط خدا بداند اینجا به اون حدیث عمل بکند که دست راستش صدقه را میده دست چپش مطلع نمیشه اما در صدقات فرضی زکات و غیره اینجا انسان اگر علنی بکند بهتره که 2 تا فایده داره یکی اینه که رفع اتهام میشه مردم فکر نکنند که حاجی آقا زکاتش را نمیده حداقل مردم وقتی که میشنوند فلان فقیر را داد فلان حوزه را داد یا کسی میبیند کسانی که باش سر و کار دارند منظور حداقل سوء تفاهم رفع میشه دیگه فکر نمیکنه این زکات مال نمیده یکی به این خاطر هستی که اینکه دیگران تشویق بشند تا دیگران هم بدهند ببین هر چیزیش با اخلاصش خوبه ولی نماز میایم در مسجد که همه ببینند این فضیلتش بیشتر هست لذا در جای اخفا خوبه در جای اظهار خوبه اینجا الله تعالی میفرماید ان تبدوا الصدقات ابداع به معنی اظهار اگر شما اظهار کنی صدقات را فنعم ما هی بسیار خوب است آن یعنی اظهار کنی گفتم اصل اجر با قلب انسان قبلا دیگه وقتی که اخلاص را خواندیم گویا اون حاصل شده فنعم ما هی بسیار خوب است این و ان تخفوها اما اگر شما اون را مخفی کنید و تؤتوها الفقراء بدهید او را به فقراء فهو خیر لكم این بهتر است برای شما و یکفر عنکم من سیئاتکم الله عز وجل دور میگرداند کفاره میگرداند شما من سیئاتکم از جزای سیئات شما جزای اعمال بد شما
این صدقه را کفاره اونها میگردانند، یعنی جزا را پاک میکند و دور میکند. خب این صدقه که افضلتر هست مخفی باشد کدوم صدقه هست؟ ببینید که آلوسی میگه والمراد من الصدقات على ما ذهب الیه الجمهور، مراد از صدقات بر اساس آنچه که جمهور اینجا گفتند به اون سمت و سو رفتند من المفسرین صدقات التطوع. روح المعانی مراد از صدقات اونچه که جمهور گفته چه صدقه ای هست؟ صدقات تطوع هست، صدقات نفلی هست. و باز هم قرطبی ذهب جمهور المفسرین، جمهور مفسرین به این سمت و سو رفتند الى ان هذه الآیه فی صدقه التطوع، این آیه درباره صدقه نفلی هست، لأن الاخفاء فيها افضل من الاظهار، زیرا اخفاء مخفی کردن اونجا از اظهار چی هست؟ بهتر است، افضل من الاظهار. و كذلك سائر العبادات، همچنین تمام عبادات، كذلك سائر العبادات، عبادات نفلی بیشتر، نماز شب، نماز تهجد، کسی اگر توفیق دارد دیگه اظهار نکنم من دارم میخوانم. بعضی مردم شاید خب نیتی هم ندارن، میگه دیشب وقتی ساعت 3 بلند شدم برای نماز فلان شد، خب داره اشاره میکنه من برای نماز بلند شدم، این دیگه درست نیست. انسان سعی بکند که مخفی بمانه. و كذلك سائر العبادات. و خاطره خدمت شما بگم که یک زمان چابهار بودیم، حضرت شیخ الحدیث اونجا بود، مولانا محمد یوسف، و صبح وقتی که بیدار می شدیم برای نماز، خب انسان همیشه در رابطه با بزرگان خیلی حسن ظن دارد. صبح وقتی که بلند می شدیم می دیدیم که شیخ الحدیث تقریبا زمانی که ما بلند میشیم یا بعد از ما شاید بلند می شدند، خب ما فکر می کردیم که ایشون دیگه مثل ما هستند، همین وقت بلند میشن برای نماز صبح، دیگه نماز شبی نیست. تا آخر ایشان متوجه شدیم نه، ایشون 2-3 ساعت جلوتر بلند میشه، نماز میخونه تا دیر اونجا، به هر حال مشغول یاد خدا هست. بعدا نزدیک نماز دوباره میخوابید. که این همراهان یا شاید عادتش همیشه، یا اینکه این همراهان وقتی که بلند میشن با هم برای نماز بلند میشن. یعنی واقعا بعضی بندگان چنان اخلاص دارند، چنان تواضع دارند که نگو. لذا بعضی ها سعی میکنن حتی اطرافیان هم متوجه نشن که چیکار میکنن، بعضی ها تعریف میکنن. لذا اینجا که عبارت قرطبی هست میگه لأن وكذلك سائر العبادات، همه عبادات الاخفاء فيها افضل من الاظهار. اخفاء از اظهار چی هست؟ بهتر هست. الاخفاء افضل من تطوعها لانتفاء الرياء عنها، به خاطر اینکه ریا چی میشه؟ منتفی میشه با اخفاء. وليس كذلك الواجبات، اما واجبات این گونه نیست. در واجبات نماز فرض را به خاطر اخلاص تو خونت نخون، نماز فرض را بیا مسجد بخوان تا مردم فکر نکنن نمازگزار نیستی. و كذلك سائر و كذلك الواجبات. قال الحسن، حسن بصری فرموده اظهار الزکات احسن، اظهار زکات بهتره، و اخفاء التطوع افضل، و تطوع را اخفا کردن، نفلی را اخفا کردن چی هست؟ افضل هست. لذا الله می فرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اگر اظهار کنی صدقات را بسیار خوب است این. اما و ان تخفوها، اگر مخفی کنید، و تؤتوها الفقراء،
بدهید آنها را به فقرا، فهو خیر لکم، اون بهتر است برای شما، و یکفر عنکم من سیئاتکم، و الله عزوجل کفاره میگرداند از سیئات شما، والله بما تعملون خبیر، الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید خبیر هست. ترغیب به اخلاص. الله از همه نیات شما خبر دارد. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء، نیست بر شما هدایت آنان، هدایت آنان نیست بر شما، ولكن الله یهدی من یشاء، خداوند هست که هدایت میکند هر کسی را که بخواد. ببین اینجا هدایت به معنی ایصال الی المطلوب هست، یعنی کسی را به مطلوب رسوندن. هدایت به معنی راهنمایی کردن که هم ما میکنیم هم خداوند در قرآن مجید فرموده ما هر کس را هدایت میکنیم، راهنماییش میکنیم. آقا این راه نجات هست، این راه موفقیت هست، این هدایت را میتونید. اما هدایت ایصال مطلوب که بیاری اون را بر مسیر حق گامزنش بکنی، قرارش بدهی، این در اختیار ما نیست، در اختیار رسول الله هم نیست. انک لا تهدی من احببت، رسول الله کسی را که تو دوست داری نمیتونی هدایتش بکنی. ابو طالب را نمیتونی حتما مؤمن بکنی و مؤمن از دنیا بره. علی ای حال این آیات میگن درباره بعضی از صحابه و درباره بعضی از انصار نازل شد که اونها خویشاوندانی داشتند از قبایل قریظه و نذیر، به اونها صدقه میدادند، قبلا مال میدادند، ولی بعد از اینکه اونها اسلام نیاوردند چیکار کردند؟ جلویشون را گرفتند. الله تعالی فرمود نه، شما میخواید به این صورت اونها را هدایت بکنید؟ به این صورت هدایت کردن نیست. این نکته بسیار مهمی است، عزیزان باید توجه بکنند که انسان خوب، انسان مالش را به انسانی بده که به هر حال دیندار هست، ایماندار هست، اینم خوبه، ولی لازم بگه به بیدینها نده. همه دیندارها که زکات میدن به دیندارها بدند. اون فقرایی که نماز نمیخونند، اون فقرایی که سستی دارند، ضعف دارند، به اونها ندهند. این اخلاق الهی نیست. تخلقوا باخلاق الله. هر کسی که ببینید در دنیا، هر کسی که خدا را قبول داره هم بهش روزی میده، هر کسی که قبول نداره کفر میکند هم خدا بهش میده. هر کسی که راه خدا را برده هم خدا بهش میده، هر کسی که نمیبرد هم میده. بعضی پدرها هستند فرزندی میگه این فرزندو میدم این نماز میخوند، اما یکی دیگه نماز نمیخونه بهش نمیده. این درست نیست. به هر حال وقتی که انسان میده به همه بده، به همه یکسان بده. چرا؟ چون که اون هدایت به دست الله است. انسان تنبیه مالی نکند. گاهی این تنبیه باعث تمرد بیشتر میشه. میگه دیروز میداد امروز نمیده که نماز نمیخونم، هیچ نمیخونم، علیاذ بالله باعث کفر میشه. لذا نفقه اش را، جیره اش را، بالخصوص صدقات نفلی، انسان به خاطر اینکه کوتاهی دارد به خاطر این جلوش را نگیرد. اینجا افرادی بودند از انصاری ها، از صحابه رسول الله که قبلا میدادن، بعد از اینکه اونها ایمان نیاوردن ندادن. کان اناس من الانصار، مردمانی بودند از انصار، لهم قرابت داشتند، من بنی قریظه و النذیر، از بنو قریظه و بنو نذیر. کانوا لا یتصدقون علیهم، به اونها صدقه نمیدادند. چرا؟ صدقه را بند کردند. رغبتا منهم فی ان یسلموا، رغبت این که اونها چی بشند؟ مسلمان بشند. اذا احتاجوا، وقتی که نیازمند بشند شاید مسلمان بشند، ببینند که این پسرموها به ما نمیدند، مسلمان بشیم شاید بدند.
نزلت الآیه بسبب اولئک، خداوند به سبب اینها آیه نازل. نه خیر، الله میفرماید به خاطر اسلام نیاوردن صدقه را بند نکن، جلوش را نگیر. نه، شما بدید دو تا پسرمو داری، یکی صالح هست یکی صالح نیست. وقتی که صله رحمی میکنی چیزی میدهی به هر دو بده، نه اینکه اون که صالح هست نمازگزار است دیندار است به اون میدی، اونی که نیست نمیدهی. نه، به هر دو بده. صله رحمی تقاضا میکند به هر دو بده. شرطم نگذار که نماز بخون بهت میدم. شاید همین احسان شما او را هدایت بکند، که نکند لیس علیک هداهم، هدایت اونها بر شما نیست. وظیفه شما چیزی دیگه است، شما وظیفه خودت را انجام بده. وظیفه شما صله رحمی هست، تطوع هست، احسان هست و صدقه دادن هست. لذا الله می فرماید لیس علیک هداهم، نیست بر شما هدایت آنان، ولکن الله یهدی من یشاء، اما الله هدایت می فرماید هر کسی را که بخواهد. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، الله می فرماید آنچه که شما از خیر نفقه می کنید، هر چی که نفقه می کنید، فلانفسکم، به نفع خود شماست. اونقدر به اون فقیر نفع نمی رسد که به تو نفع می رسد، چون به تو ثواب می رسد، ذخیرت میشه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، خرج نمی کنید شما مگر برای رضای مولا، برای رضای الله. ابتغاء یعنی طلب رضای الله. این خبر است به معنای چی هست؟ انشاء. خبر به معنی چی هست؟ انشاء. و ما تنفقون به معنی نفی هست، به معنی نهی، یعنی خرج نکنید مگر برای رضای الله خرج کنید. و ما تنفقوا من خیر، آنچه که شما خرج میکنید از خیر، یوفى الیکم، برمیگردد، کامل داده میشوید شما، برمیگردد، وفا میشه به سوی شما، یعنی کاملا به شما برمیگردد. فی القیامه پایینش می‌نویسید در قیامت کامل اجرت را پس میگیری. و انتم لا تظلمون، بر شما ظلم نمی شود، یعنی لا یمنع ثواب ما انفقتم، ثواب آنچه که شما خرج کردید از شما جلوگیری نمیشه، به شما داده میشه. پس به اینها خرج بکنید و دیگه مستحقین زکات را و مستحقین خرج کردن را الله بیان می‌فرماید. للفقراء، خرج کنید برای فقراء. کدوم فقراء؟ الذين احصروا في سبيل الله، کسانی که در راه الله محصر شدند، بند شدند، یعنی خودشون را بند کردند در راه الله. لا يستطيعون ضربا في الارض، نمی توانند ضربا، ضرب یعنی سفرهای تجارتی را میگند، تجارت بکنن در زمین، سفر تجارتی داشته باشند. چرا؟ چون خودش را برای راه خدا وقف کرده. اگه بره سفر تجاری، اگه بره نمیدونم تهران و اصفهان، پس دین کی بخواند یاد بگیرد، علم کی بخواند، تفسیر قرآن کی بخواند، حدیث رسول الله کی بخواند. لذا این خودش را وقف کرده که دین یاد بگیرد. ببینید از این اشارات میفهمید که مصداق چه کسانی هستند. گرچه این آیه درباره اصحاب الصفه هست. اصحاب الصفه طلاب زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه های کپری و در کوله های که اونها درست کرده بودند اطراف مسجد نبی، به هر حال صفه به اون کوله هست، اونها درست کرده بودند، اونجا خانه ای هم نداشتن، زندگی میکردن با یک فقر، با چه تحملی، و درس میگرفتند از رسول الله صلی الله علیه وسلم، دین یاد میگرفتند. و اکثر مجاهدین هم همینها بودند، هم علم یاد میگرفتند و وقتی که جهاد میشد به جهاد میرفتند. اینا خودشون را وقف کرده بودند برای دین. و چنان گرسنه بودن. یکی از اینها ابو هریره بود. ابو هریره میگه یک روزی
آمدم چند روز بود چیزی نخورده بودم، افتادم بیهوش شدم، ولی متوجه بودم حرکت نمیتونستم بکنم. مردم فکر میکردن که این دیوانگی، جنزدگی، جنونی چیزی داره، با هم صحبت میکردن که فلان چیزش هست. من میدونستم ولی اونا نمیدونستن. من از گرسنگی نمیتونستم تکان بخورم. چنان اصحاب صفه با سختی، با مشکلات گذراندند. الله می فرماید شما به اینها بدهید، للفقراء الذين احصروا فی سبیل الله، برای فقرا، آنانی که محصر شدند، بند شدند در راه الله، لا یستطیعون ضربا فی الارض. بنده همیشه عرض می کنم که امروز مصداق اینها اهل علم، طلاب و علمایی هستند که در مدارس خودشون را محصور کردند. اینها هم می توانند بازارها برند، به زعم خودشان، به گمان خودشان از بقیه مردم در زرنگی چیزی کم ندارند. اینا هم بلد هستند که برند این طرف اون طرف شهرها کار بکنند، تجارت بکنند، ولی میگن اگر ما بریم که این کارهای دینی را بکنه. لذا به همون قلیل قناعت کردند و میگویند که به هر حال ما هرچی باشد ولی نمیریم به طرف بازار، به طرف تجارت، به طرف کسب و کار. اون وقت علم ضایع میشه، دین ضایع میشه. بهترین مستحقان اینها هستند. حضرت مولانا قمرالدین رحمت الله علیه یک زمانی همینجا در مراسم ختم بخاری در همین مسجد صحبت میکرد، خطاب به مردم فرمود که میخواهید اولیاء را به شما نشان بدم، گرچه خب هر کسی از ما خودمون را میدونیم که ما چه صفاتی داریم، ولی اونهایی که ایشون میفرمودند منظور همون مخلصین هستند، اونهایی که واقعا خودشون را برای علم وقف کردن و هیچ چیزی دیگه نمیاندیشن. به مردم گفتند اولیاء خدا امروزه همین طلابی هستند و مدرسینی هستند که میبینند تمام زرق و برق دنیا را میبینند، تمام زیبایی های دنیا را میبینند، ولی چشم بستند و اینجا به خاطر علم، به خاطر دین، به خاطر قرآن به اون سمت و سو نمیروند، به طرف تجملات نمیروند، به طرف زیبایی ها نمیروند، به طرف کسب و کار نمیروند، چون که اگر بروند دین خدا چی میشه؟ لذا ایشون تعبیرش این بود. لذا مصداق این آیه هم همین طلاب هستند، هم همین علمایی که خودشون را وقف کردن برای دین، نمیرن مثل بقیه مردم و با حقوق اندک اکتفا میکنن. گاهی مردم میپرسند از اساتید که حقوق شما چی هست؟ بعضی اساتید میگن ما خجالت میکشیم بگیم، چون که اگر بگیم باور نمیکنند، فکر میکنند اینها واقعیت نمیگند. مثلا اگه بگیم 300,000 و 400,000 و 500,000، خب امروز زندگی با اینها نمیشه. اگر بگیم مردم باور نمی کنند، یعنی واقعا با قلیل اکتفا می کنند، قناعت می کنند و کار دین را، کار تعلیم دین را به پیش می برند. لذا الله می فرماید للفقراء الذین، برای فقرایی هست که احصروا فی سبیل الله، در راه الله محصور هستند، محصر هستند، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمی توانند بروند در زمین، سفر تجارتی بکنند. ضرب عرض کردم سفرهای تجاری. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، جاهل فکر می کند که اینها غنی هستند. چرا؟ من التعفف، چون از سؤال و از گدایی چی می کند؟ دوری می کند، تعفف دارد. یا مثلا لباس اتو کرده چنان می پوشد غنی نشون میده. هر کسی فکر می کند که ماشاءالله این وضعش از همه بهتر و توپتر هست. تعرفهم بسیماهم، شما اونها را با سیمایشان میشناسید، با علائم ظاهریشون میشناسید. لا یسألون الناس الحافا، از مردم سوال نمی کنند الحافا، اصرار و الحاف بچسبند. الحاف میگویند بچسب مردم. پس اون اهل علمی که از مردم میخواهند
اون که سوال میکند، اون که چه از مردم چه از دولت مردان به دفاتر میره به خاطر اینکه به هر حال حقوقی بهش بده، به نوایی برسد. اونها تو این آیه نیستن. اونهایی که چشم دوختن به مردم، به جیب مردم، هم اونها تو این آیه نیستن. از مردم سوال میکنن که ما چیزی نداریم، خرج و مخارجمون را نداریم، چیزی به ما بدهید. یا برند از دولت ها بخواهند، از دولت مردان بخواهند. لذا اینها داخل نیستند. کسانی هستند که استغناء کامل دارند، ذره ای چشمشون دوخته نیست. الله می فرماید و ما تنفقوا من خیر، آنچه که خرج می کنید از خیر در چنین موارد، فإن الله به علیم، به درستی که الله آن را می داند. خب اکنون ترغیب به انفاق، الله عزوجل صورتهای انفاق را بیان فرمود، اکنون ترغیب میده. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، کسانی که خرج میکنن مالهایشان را در شب و روز، شب و روز، سرا و علانیه، مخفیانه و علانیه. ببین همه صورتها جایزند، چه خرج بکنی در شب چه در روز. البته شب و روز کنایه از جمیع اوقات است. یکی میگه من شب و روز کار میکنم، یعنی همه اوقات کار میکنم. کسانی که خرج میکنند در شب و روز، یعنی در تمام اوقات، سرا و علانیتا، مخفیانه و علانیه. ببین علامه آلوسی باز میگه المراد باللیل والنهار جمیع الاوقات، المراد باللیل والنهار جمیع الاوقات، كما ان المراد بما بعده جمیع الاحوال، سرا و علانیه. مراد از اینم چی است؟ جمیع احوال، در هر حالی خرج میکنند، جایی ظاهر میکنند، جایی ظاهر نمیکنند. بله، اما ببینید هم خدا جمیع اوقات را فرمود. نکته جالبی اینجا آلوسی میخواد برای شما بیان کنه. هم جمیع اوقات را فرمود، هم جمیع احوال را فرمود. اما وقدم اللیل علی النهار، لیل را بر نهار چی کرد؟ مقدم کرد. چون در شب اگر بدی کسی، کمتر کسی میبیند و روز هر که میبیند. پس بهترش کدوم است؟ اون که کسی نبیند. و سر علی علانیه، و سر علی العلانیه، و همچنین سر را مقدم کرد بر علانیه. به خاطر چی؟ للایزان بمزیة الاخفاء علی الاظهار، به خاطر اینکه الله تعالی اعلام بفرماید که اخفا بر اظهار چی دارد؟ مزیت دارد، امتیاز دارد، برتری دارد. بهتر اینه که چیکار بکنی؟ مخفیانه بدی. از شب و روز بهتر شبش را بدی. از سر و علانیه بهتره که چی؟ سرن بدی. لذا میفرماید آلوسی که این نکته اینجا هست. پس کسانی که خرج میکنند در شب و روز، سرا و علانیتا، مخفیانه و علنی، فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنان پاداششان هست نزد پروردگار، نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم، نیست خوفی بر آنها، نیست هیچ خطری برای آنها، دفع مضرت. ولا هم یحزنون، آنها غم نمیخورند، غمگین نیستند. بنویسی علی فراق الدنیا، وقتی که پیش الله بروند نه خطر عذاب اونها را تهدید میکند، نه از دنیایی که پشت سر گذاشتند جوش میزنند. اینجا سرمایه ها گذاشتند، میلیاردها گذاشتند، خب اینها خرج کردن، برای آخرتشون هم فرستادن. اونجا وقتی که برن نعمت های اونجا را ببینند، نسبت به اون چی که در دنیا ترک کردند غمگین نمیشوند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.
أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور، قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور، فيه السعادة واليقين.